باشینند انسان شریف بود. خانه قبرم که برود در اونجا هم عزت دارد، در اونجا هم خیر دارد، در اونجا هم مقام دارد. زیرا برادرها میگن وقتی انسان از دنیا میگذشته است، کسی گذره از دنیا، شما اگر دیده باشید همین حالت کسی بیاد میپرسد چند ساله بود، چند فرزند داشت، چلیادم بود، بای بود، کمبغل بود. یعنی از حالت دنیایی شما میپرسید. و قالت الملائکه، یکی میگه ملائکه ها وقتی یک انسان از دنیا میگذشته است، ملائکه ها بین خودشان دیگر سخن داشته اند. اگر ما از کودکش پرسیم، از حالتش پرسیم، از عمرش پرسیم، چهلی شد مرد، اگر ما خیال پرسیم ملائکه ها این رو نمیپرسیدن. میگفتن ملائکه ها میگفتن که ما قدمه، ملائکه ها میپرسیدن که همین انسان آیا برای خانه آخرت یکون شروان کرده باشه یا نه؟ یعنی مقصد این را در پیش یک معرکه کلانه، آیا برای از اون معرکه نجات یافتن دارد یکون چیزی پیش رفتگی یا ندارد؟ ملائکه از این بین خودشان گفتگو میکنند. یکم اندرز که داد گفت محمد بدان که پایان عمرت مرگه. دویم و احبب من احببت فانک مفارقو. ای محمد کسی را در دنیا برای خودت رفیقم انتخاب کرده باشی، دوستم انتخاب کرده باشی، بدان که از این دوستات هم جدا شدنی. یعنی وقتی که این پیک عجل و سراغت که آمد، خواهی نخواهی دیگر دوستها را ترک میکنی. دیگر دوستها مقصد هرچی دوستایی بود در همین دنیا برای ما و شما بودن. دیگر اینها همراه ما خانه قبر نمی روند. برای همین گفت دوستهات از دوستهات هم ای محمد تا حتما جدا میشه. زیرا پیامبر نازنین اصحاب پیغمبر دوستاشان بودن، جان فداهاشان بودن. گفت از اینها هم گفت محمد جدا میشه. سیم گفت اعمل من شئت فانک مجزی بی. محمد